السلام علیکم یار و دوستان محترم هوادارای کانال. برای شما بود هوای مسجد امروز که 9 فوریه است دوباره برفای همین لخته که کلان باری شده در همین منطقه ما. اینجا نزدیک автовокзал پنجشیر دوستو بود هوا رو بینید. خداوند گوید نعمت شتیات. برف و بارون همش نعمت هستن برای بنده های خدا. خدا خواست زمین های مثال سیراب میشه حسابی خیلی برف و بارشات زیاد دوستو. اگر بود هوا معقول باشد اگر حتما فکر و اندیشه نیک خودتان رو در زیر کامنتاری ها میگذارید دوستان. در کانال ابونه نشده باشید اگر حتما ابونه میشوید. برای شما بود این لحظه از بود هوای مسجد عزیز ما تاجیکستان عزیز ما. اینجا حاضرم فرصتی مناسب استفاده برده. یعنی پشتی پنجشیر رنده یک کوه کنسو ده خدا خواهد کوه کند اگر و یک گیپر مارکت میشه در اینجا بمانند اشان یکمش هست که یه نفر برفته دیم برفته میشون خدا خواهد من ایشون خطی میبرمیم من فروندن گرفت. من خواهد باقی سربلند و خانواد باشید. این بود هواها پایین میپرتم.